دوم جای شکر است که همون تو یک مسئولیت را برای یک عالم و کسی که از امین مدرسه و برای دین تحصیل کرده این مسئولیت را به عهده گرفته. بناهن جناب دکتر صاحب چرا مردم اشتراک ضعیف دارن؟ به خاطر که با رأی مردم ما جفا شده. ما یقین دارم که مردم ما صلح دوست دارن که در زیر یک نظام قانونمند زندگی بکنه، دوست دارن که شخصیت های را رأی بدن که آنها امین و متعهد و مخلص و خادم بوده باشد. باز هم که دیجا تشریف آوردن و جزاکم الله خیرا. ما تشکر میکنم از شما که یقینا برادر عزیزم، والله اگر دکتر شما را دوست نمی داشت و در مابین شما خود را حساب نمی کرد، همانند بسا دیگه سیاسیون در اینجا جرأت آمدنش هم نداشت. بنابراین تشکر از پیش بکنن که آمد در میان شما تا اظهارات رأی خود را بر شما بکنن. و همه هموطنان عزیز خود ما اطمینان میتونم که با اطمینان کامل و کاندیدای مورد رغبتشان که از جمله جناب دکتر سیب اشرف غنی هست رأی بدهند و به کاندیدای محترم ریاست جمهوری از خداوند توفیق میخوام که مستر خدمت برای ملت عزیز خود شد. ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها. الله امرتان کرده است که امانت به اهلش بسپارید. رای امانت است. سخت متوجه باشید. ارتباط ما با نظام چیزی نیست. هر مسئول دلسوزی که در نظام کار بکنه برادر ما هست، دوست ما هست، عزیز ما هست. من دوست می‌دارم که فرزندهای مسلمان همه ما و شما کارگری مثال سوت و پرکرار و میلیسا و KGB و دیگر اداره هایی که هست در همه اونها فرزند مسلمان کار کند، مسلمان باشد. این برای ما و شما شرف است. وطن عزیز خودمون انتخابات است. این هم دعاگو باشه که پروردگار بزرگوار با تنجی و آرامی و امانی خداوند این انتخابات گذرانه. البته کسی در کسی رای میدن خیلی دولت سیاسی سودا فرمود رای داد فرمود در دیگر کمیه در اسلام یوگا پای خیلی گاوی موضوع در حقیقت میگی چون این وکیلانی که موضوع کرده همش خب اگر در امنیت کار کردن حرامه سودیا پراکرور اگر که در اسلام خدمت کردن برید کار بتوی که در اسلام خدمت کنید اما حرام گفتید اما سر کردی در اونجا موندگی. خیلی که شما گفتید این امام ها باز دعوت میکنن به سوی انتخابات رفتن، یعنی به انتخابات بروید و غیره. و بعد از این میبینیم که باز فتوا میدهند به دیگر از شرکیات و کفریات. هر چیزی که طاغوت خواست به همون سرخم میکنند و همون میگن که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و گوش کردیم و اطاعت میکنیم. همه این عملشون کفر است و شرک است. اولا شرک طاعت است. شرک طاعت همین شرک است که وقتی که بغیر الله سبحانه و تعالی یک کسی دیگری، یک طاغوت امر میکند که امرش مخالف امر الله است، همون را اجابت کردن و به امر او تسلیم شدن و در زیر امر او سرخم کردن و خود را حاجتمند قرار دادن و تسلیم شده قرار دادن، این عبادت است و عبادت رو بغیر الله انجام دادن است. این شرک است. شرک در طاعت است. البته که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان آشکار بیان نموده است که ما باید فقط الله و رسول را اطاعت کنیم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. البته و اولی الامر منکم، و اولی الامر منکم علما و ولی الامر هایی که منکم از شما هستند. از کی؟ از شما. شما کی هستید؟ موحدین. از موحدین هستند. همون علما و همون امام و همون پیشوا یا همون پادشاهی که دعوت به سوی قرآن و سنت میکند و امرش موافق قرآن و سنت است، موحد است. به سوی شرک کفر دعوت نمیکند. این عملشون کفر است. اینها علمای طاغوت هستند. اینها علمای دموکراتی هستند. اینها علمای
علمانی هستند. شیخ علی بن خدیر الخدیر حفظه الله و فک اسره سوال کرده می شوند که شیخ امام هایی که دعوت به سوی دموکراتیا میکنند، دعوت به سوی انتخابات میکنند، دعوت به سوی سبحان الله همکاری کردن به سوی این ارمیه های طاغوتی میکنند، حکم اینها چیست؟ میگن مشرک هستند. آیا از عقب اینها نماز خوانده می شود؟ شیخ میگد که نه، از عقب این چنین انسان ها نماز باطل است. وجود دارد، در کتابهایش وجود دارد و این چنین در یوتیوب وجود دارد و دیگر علما هم همین سخن رو میگن. اگر یک کسی بیاد بگوید که نه مشرک نیستند، حجت بیارد. اگر مشرک نیستند بگوید هم به این نمودی سخنهایی که کفری که میکند البته که نماز خواندن باطل است. علمای اهل سنت و جماعت در بعض حالات اهل بدعت رو میگفتند که این مبتدع هست، این به شرک اکبر واقع نشده است، این مبتدع هست، کافر نیست، تکفیر نمیکردن، میگفتن این مبتدع هست، اما دعوت کننده به سوی بدعت است، یعنی به سوی بدعت دعوت میکند. آشکار از همین جهت از پشت این نماز خواندن حرام است. میگفت نه فقط از پشت مشرک، از پشت طاغوت پرست، بلکه از پشت یک انسانی که مسلمان است، موحد است، لیکن مبتدع هست، یک بعض بدعت رو دارد، یعنی توحیدش ضعیف است و به سوی همون بدعتش دعوت میکند. از پشت این چنین انسان ها نماز نخواند. در هر دو حالت هم مشرک گوید یا نگوید، در هر دو حالت هم از پشت این چنین انسان ها نماز خوانده نمیشه. نماز صحیح نیست. اینها علمای طاغوت هستند، اینها کفر به طاغوت ندارند. در بالای منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم به جای توحید شرک را سخن میکنند، به جای اینکه کفر به طاغوت را تعلیم میدهند ایمان به طاغوت را تعلیم میدهند، طاغوت پرستی را تعلیم میدهند. به جای اینکه قرآن و سنت را بخوانند کنستیتوسیا را میخوانند. اهل توحید را گمراه شده و اهل توحید را سبحان الله ارهابی و تروریست و غیره میگویند و طاغوت ها را بهترین انسان ها میگن. این همه کفر است و این چنین انسان ها طاغوت پرست است والعیاذ بالله. باید ایمانش رو تجدید بکند. محمد سید طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن